با شکرگزاری از کشوری صاحب استقلالمان، وطنی بهشت آسا و آزاد و آبادمان تاجیکستان عزیز را نموده برنامه امروزه را حسن آغاز می بخشیم. تاجیکستان در زبان شیره دارم، شیره نیست در روی زمین مانند تو زیبا دیار. شکر آن که وطن را تکیه داری می کنم، شکر آن که در کنارم کوه‌هایت استوار. تاجیکستان سرزمین شعر و شاعر پرورم، تاجیکستان زادگاه رودکی و مادرم. گر ندانم قیمت هر ذره خاکی تو را، خاک عالم، خاک عالم، خاک عالم بر سرم. سر به سر شیب و فرازت را به جان پیمودم، در سری گوری بزرگان التجا بنمودم. تا خدای مهربان خلق مرا دارد نگاه، در پناهش از حوادث ها و از جرم و گناه. تاجیکستان مسر عشق و امید آریان، تحفه بی‌منت پروردگارم در جهان. افتخارم، اقتدارم، هر سری بالای من جاودانی جاودانی در مقام خود بمان. استقلالی بارها مرحله های مشکل و سنگین را پس سر نموده از حالت های بسیار وزنین سربلندانه برآمدیم. از جمله خطر نیست‌شوی دولت و پراکنده شوی ملت را برطرف کردیم و به پیشرفت دولت و جامعه موفق شدیم. امام علی رحمان. پس از زوال دولت بزرگ سامانیان که تاجیکان را متحد و رشد علم و ادب و زبان ملی را تأمین نموده بود، ملت صاحب تمدن ما سالهای طولانی از برکت دولتداری ملی بی بهره ماند. پس از تحمل هزاران درد و رنج تاریخ، بالاخره 9 سپتامبر سال 1991 تاجیکستان صاحب استقلالیت دولتی گردید و ضرور بود که همه ما سرجمانه بهر اعمار دولتداری ملی تلاش ورزیم. متاسفانه با سبب‌های مختلف سیاسی که سرچشمه به اغوای دشمنان داخلی و خارجی داشتند، ناآرامی‌های جمعیتی سرزده سببگار ضعیف شدن پایه‌های دولتداری و از فعالیت باز ماندن اکثر ساختار و مقامات دولتی و حتی آغاز جنگ شهروندی گردیدند. در چنین دورانی سرنوشت ساز که خطر پراکندگی و زوال ارکان دولت ما را تهدید می‌کرد، نفر لازم بود که خورشید استقلالیت را از زیر ابرهای تیره جهالت و محل‌گرایی و منصب‌خواهی بیرون آورد. محض در چنین لحظه‌های تقدیرساز فرزند فرزانه ملت امام علی رحمان همچون هدیه الهی به ملت تاجیک زمام دولت را به دست گرفتند. اولین سخنی که در زمان یأس و ناامیدی‌ها از زبان سرور دولت صدا داد، به قلب میلیون‌ها تاجیک و تاجیکستانی نوری امید بخشید. من به شما صلح می‌آورم. بعد از استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان، پیشوای معظم ملت همچون مردی قول و عمل محبوب دلها گردیده، استقلالیت و یگانگی ملت و دولت حفظ، پایه‌های فلج گشته حاکمیت برقرار و رشد با نظام ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق مملکت تأمین شد. بنیاد نیروگاه‌های برقی، آبی خرد و بزرگ و نقب و راه‌های پیوندگر، تأسیس کارخانه‌های گوناگون ساخته به استفاده دادن صدها مکتب و بیمارخانه، دانشگاه و دانشکده و مرکزهای علمی و فرهنگی سیمای نو کسب کردن پایتخت و همه شهر و نواحی مملکت و از همه مهم تربیت نسل خودآگاه و وطن دوست از جمله نعمت‌های پرفیض استقلالیت دولتی و سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می باشد. این همه دستاورد و پیشرفت و رشد روح‌افزون مملکت اطمینان می بخشد که
خورشید استقلالیت دولتی ما بی‌غروب و فیض و برکت آن بی انتهاست. پس همه ما مخصوصاً نسل دوران استقلال را ضرور است که به قدر چنین نعمت بزرگ برسیم و از داشتن آزادی و اتحاد شکرگزاری نماییم. من سر تعظیم به نزد پای مردم تاجیکستان، خلق تاجیکستان فرود میارم و میگویم تا که باشم برای ملتم، برای خلقم، برای دولتم خدمت میکنم. خدا تا به ابد نام شما باد، نام شما باد. ای حاجی میلت عملت حامی ایمان باد، حامی ما باد. ای وست مرا بر در حق دستی دعا باد، دستی دعا شما بر سری ما باد، بر سری ما باد. عمر بود لطف شما بر سری ما باد. عملی نیکیان جام نمودید، ای فخری وطن جای تو در دیده ای ما باد، دیده ای ما باد. از مصر و فرنگ و عرب و چین و با ایران آوازه تاجیک به همه ملکی خدا باد، ملکی خدا باد. از مصر و فرنگ و عرب و چین و با ایران، چین و با ایران، چین و با ایران آوازه تاجیک به همه ملکی خدا باد، ملکی خدا باد. آوازه تاجیک به همه ملکی خدا باد. تو از صلح و عزا بادی کشور تا از جهان در دل و در خاطر ما باد، خاطر ما باد. کرده بس خدمت شو بیسته دوران، پاینده همه کار شما نام شما نام شما باد، نام شما باد. ای حاجی میلت عملت حامی ما باد.
خدا ای مرد خدا ای مرد خدا تا به ابد نام شما باد ای مرد خدا تا به ابد نام شما باد نورپاشی می نماید بین چیسان هر سحر خورشید استقلال باز فیض بخشاینده هر خاندان از صفایش پیر و برنا سرفراز سروری دولت نمود از موجدال بهر تأمینات صلح و آشتی از چنین کاری ثواب و برمحل کل عالم هم سبق برداشتی از فروغ آفتاب امنیت دیده اقبال ما روشن بشد شد متین‌تر پاستون جمعیت باغ استقلال ما گلشن بشد بهر مهنت مردم جمهوریت بانیت از یک گریبان سر کشید شد نهال آرزویش پرثمر راحتی آن را به چشم خویش دید تیغ وحدت دیو وحشت را بکشت کفتری اقبال ما پرواز کرد ساز و راز دل ما تا به فلک یشت ملت را طنین انداز کرد شعله‌ور سازیم یار و دوستان پرچم تابان استقلال را همراه تاجیک زبانان جهان داده صیقل جوهر اقبال را تا شود آسوده حال پیوسته خلق از دل و جان مهنت اعلا کنیم تا شود پرفیض دسترخوان ما باغ و راغ نو به نو برپا کنیم مسلک ما دوستی و راستی است آمده است آن اساطیر پیشتر زادگاهش دامن خورشید شرق در ملوک آریای بشر ما از این بخت و سعادت دوستان شکر بی حد شادی و بازی کنیم تاجیکستان را نموده بوستان اندر آغوشش سرافرازی کنیم
ادامه برنامه. استقلال ما به زوال است. اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در اثر خویش تاجیکان در آینه تاریخ نوشتند. آرزوی به دست آوردن مستقلیت ملی عملی گشت و در اصل چنین آسان به دست آوردن آزادی و استقلال را کسی هم تصور نداشت. این استقلالیت حجه بی‌بهای تاریخ بوده، استوار و پایدار نگاه داشته توانستن آن مسئولیت تاریخی نسل‌های امروزه می باشد. واقعاً تاریخ استقلالیت نشان داد که صاحب استقلالی را به دست آوردن آسانتر از آن را حفظ نمودن است. حوادث سیاسی و جنگ شهروندی در ابتدای دوره استقلالیت به وقوع آمده خطر از بین رفتن دولت تازه استقلال تاجیک را به میان آورد. اما مردم با فرهنگ تاجیک با سروری پیشوای خود توانست جمهوری را از ورطه نیستی بیرون کشد و راه سازندگی و بنیادکاری را پیش گیرد. قدم اول و جدی 24 آگوست سال 1990 با قبول اعلامیه درباره استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گذاشته شد. مورد یادآوری است که 9 سپتامبر سال 1991 با وارد شدن تغییر و علاوه‌ها به این اعلامیه استقلالیت کامل دولتی جمهوری تاجیکستان اعلان گردید. این حادثه بزرگترین در تاریخ نوین کشور بود که با حرف‌های زرین در صحیفه‌های تاریخ ملت ثبت گردیده است. با حکم تاریخ امروز با نیت عملی نمودن آرمان 1000 ساله نیاگان خویش دولت بنیاد نمودیم که آن در عرصه جهانی موقع و اعتبار خاصه دارد. با راه رایپرسی عمومی خلقی 6 نوامبر سال 1994 قبول گردیدن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و انتخاب نمودن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که قدم جدی در راه بنیاد دولت حقوق بنیاد بود، نفوذ و اعتبار جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین الخلقی بالا برداشت. جمهوری تاجیکستان طبق کنستیتوسی دولتی صاحب اختیار، حقوق بنیاد، دموکراسی دنیوی و یگانه اعلان گردید و همچون سوبیکت کامل حقوق مناسبت‌های بین الخلقی شناخته شد. اعتراف بین المللی جمهوری تاجیکستان از 9 سپتامبر سال 1991 آغاز شد. استقلالیت نعمت بی‌نظیر و دستاورد بزرگ است که نور و ضیا، مهر و وفا، آبادی و آزادی، همفکری و همزیستی و آسایشتگی و امنیت و تنجی را برای تاجیکستان محبوب و مردم سربلند تاجیک فراهم آورد. استقلالیت سعادت هستی ملت تاجیک و شناسنامه دولت بوده کامل حقوقی و صاحب اختیاری را در انتخاب نظام دولتداری مهیا ساخت و امکانیت داد سیاست سازنده اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پرزیدنت جمهوری پیگیرانه عملی گردد. مقصد اساسی سیاست پیشوای معظم ملتمان بود سنت‌های اجدادی دولتداری، احترام گذاشتن و همه‌جانبه استفاده نمودن از ارزش‌های بزرگ بشری میباشد. محض همین سیاست خردمندانه و پیگیرانه سرور دولت امامعلی رحمان جمهوری تازه استقلال تاجیکستان را از ناآرامی و نابسامانی برون آورده به اعمار جامعه شهروندی حقوق بنیاد زمینه مهیا کرد. صلح و ثبات و آرامی و وحدت کامل در جامعه برای سازندگی و بنیادکاری ها شرایط به میان آوردند. امروز ما جوانان سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را یکدلانه جانبداری نموده خواهان آنیم که فضای خلق و ملت ما همیشه مصفای و صلحبار باشد. مطمئن بر آنیم که پایه استقلالیت در کشور ما سال از سال مستحکمتر خواهد شد. ثمره نیک استقلال یکدلی است، خویشتن‌شناسی و افتخار ملی است.
ذره ذره جمع را آوریده، از هزاران پاره ملت آفریده. روی جلدش نام ملت شد جهانی، تاجیکان را کرد نامی جاویدانی. روی جلدش نام ملت شد جهانی، تاجیکان را کرد نامی جاویدانی. قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی تاجیکستان. چون غمی تاجی غمهای جهان خود، نامی تاجیک را به بنای جهان خود. قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی تاجیکستان. زندگی را داد در راهی حقیقت، خواست از زندگانی حق ملت. ولی ملک و ملتش بگذشت از جان، تا بماند جاویدانه تاجیکستان. ولی ملک و ملتش بگذشت از جان، تا بیماند جاویدانه تاجیکستان. قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی تاجیکستان، قهرمانی تاجیکستان. مبارک باد استقلال تاجیک، دلی از فخر مالامال تاجیک. پیامی سبز آرد کفتر عشق به گوش ملت خوشفال تاجیک. جهانی تاجیکان شد رنگ در رنگ، خجسته می شود اقبال تاجیک. طلوع تازهش آمد دوباره، زیبد آل سامان آل تاجیک. رهی فردای ملت گشته پرنور، زی فیض خنده اطفال تاجیک. وطندارا وطن را دوست می‌دار، وطنداری بود آمال تاجیک. به جامی جمع بیاور باده مهر، که در وحدت بود اقبال تاجیک. کهن خاک و کهن اجداد دهرم، نباشد ملت امثال تاجیک. جهان داند که از روز ازل بود، سمرقند و بخارا مال تاجیک. بسر باید دویدن ای عزیزان، به پابوسی استقلال تاجیک.
من با آب و خاک و سنگت زنده با جوان مردانی با آرو بلنگت زنده نقش اجدادانی من در تخت سنگانی تو با همه آن نقش های تخت سنگت زنده بدی خون یا گرد را شهرتش عالم گری با سرودی شش و کام و تار و چنگت زنده ناتمام بینان گویم کم زمینم تاجیکان با بزرگی دل و صحرای تنگت زنده تاجیکستان من با آب و خاک و سنگت زنده با جوان مردانی با آرو بلنگت زنده نقش اجدادانی من در تخت سنگانی تو با همه آن نقش های تخت سنگت زنده کمر پور از نوایی مرغکان با نوایی و نغمه کبکی قشنگت زندم عاشقی آبی زلالی چشم سارانی تو با گیاه و سبزه های رنگ رنگت زنده تاجیکستان من با آب و خاک و سنگت زنده با جوان مردانی با آرو بلنگت زنده نقش اجدادانی من در تخت سنگانی تو با همه آن نقش های تخت سنگت زنده فضای کلان با بلند پرواز و قابی تیز چنگت زندم ناتوان بینان گویم کم زمینم تاجیکان با بزرگی دل و صحرای تنگت زندم تاجیکستان من با آب و خاک و سنگت زنده با جوان مردانی با آرو بلنگت زنده نقش اجدادانی من در تخت سنگانی تو با همه آن نقش های تخت سنگت زنده با همه آن نقش های تخت سنگت زنده با همه آن نقش های تخت سنگت زنده